The Islamic Republic of Iran will make their 7th World Cup appearance and their 4th in succession. But this journey has carried greater weight than ever before. With uncertainty off the pitch, simply reaching the tournament has become part of a much bigger story. یه قدم امروز 40-50 هزار تا اومدن برای اینکه بهشون یه عیدی خوب بدیم، نتیجه خوب بریم جام جهانی. انسان با امید زنده است و هر روز در حال پیشرفته. ما هم تو فوتبال بهترین عملکردمون رو هر روز میخوایم داشته باشیم و روز به روز پیشرفت کنیم که بتونیم اتفاقی که بالاخره بعد از هر سختی یه شیرینی وجود داره. به واقع باید افتخار کرد به این تیم به خاطر چندین، چون ما شرایط سختی رو تجربه کردیم. چیزی خدمت عرض همین بازی که ما الان با نیجریه انجام دادیم، شما 20 ساعت تو راه بودن، شما وقتی روح آزاد نداشته باشید، تمرکز نداشته باشید، فکر آزاد نداشته باشید، تو عملکرد تاثیر داره. ولی به عنوان یه سرباز وطن ایثار کردن، زحمت کشیدن. مثلا شما ببین On the pitch, they delivered when it mattered, topping a qualifying group that included fellow qualifiers Qatar and Uzbekistan. Now, the target is clear, a first appearance in the knockout stages. ما تجربهشو داریم، ولی خب خیلی از بچه‌مون هم شاید اولین تورنمنت جام جهانیشون باشه و سعی می‌کنیم از الان از لحاظ ذهنی باهاشون صحبت بکنیم که بدونن چه چیزی رو در پیش رو دارن. نفسمون واسه مردم و خانواده‌مون بجنگیم. من همیشه دیدگاهم نسبت به بازی ملی. خب ببین، ما مترصدی هستیم که یه تیم واحد درست کنیم، یه تیمی درست کنیم که همه همدل باشن، همه برای مملکتشون بازی کنن، با تجربه ها مسئولیت بیشتری رو باید قبول کنن، راه ها رو برای جوونا باز کنن. و این ولی ایرانی ها یه حسن بزرگی دارن، همیشه تو شرایط سخت راه حل‌های خوبی پیدا میکنن یا راه حل میسازن. تو این جام جهانی با تجربه‌ای که گذشته داشتن این تیم ملی بتونن برای اولین بار صعود کنن به اتفاقاتی که افتاده. خب خیلی بزرگی میتونه باشه برای فوتبال ایران و صعود از گروه میتونه برای کل فوتبال ایران خوب باشه. امیدوارم که اتفاق بیفته، چون که فکر میکنم که این نسل شاید یک سود به مردم ایران بدهکاره و چون که به هر حال کشور پر جمعیتی هستیم و این حمایت فکر میکنم که میتونه مثل یه بنزین واسه تیم ملی عمل بکنه که باعث بشه که بچه‌ها دست به کار بزرگ بزنن. همون که بتونیم یه لبخند رو لب هر ایرانی بیاریم تو هر جای دنیا به خاطر خوشحالی مردم و ما عاشق مردمیم و باید از طریق فوتبال بتونیم این مهم رو انجام بدیم. The Islamic Republic of Iran will compete in Group G alongside Belgium, Egypt, and New Zealand. They begin in Los Angeles against New Zealand in only the third meeting between the nations. They stay in LA to face Belgium in a first-ever World Cup encounter. Their campaign concludes in Seattle against Egypt with history within reach.